سلام علیکم خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. تو این ویدیو سعی کردیم با انرژی باشیم. هوا بارونی شده تو شهرمون و واقعا خوشحالم. امروز میخوام در رابطه با یک موضوع مهم صحبت کنم. البته تمام ویدیوهایی که من درست میکنم مهمه و خوشحال میشم که ویدیوهای منو بازدید بفرمایید. موضوع امروز درباره تنهاییه و آیا تنهایی چیز بدیه، چیز خوبیه، چجوری میتونیم با تنهایی کنار بیایم و آیا تنها موندن باعث میشه که ما به افسردگی برسیم یا چیز مثبتی پیش خواهد آمد. اولا اینکه بگم تنهایی میتونه چیز مثبت و چیز منفی باشه. اگه تنهایی یک مدت کوتاهی شکل بگیره و همراه با شناخت با خودشناسی باشه خیلی میتونه کمک کننده باشه. یه مثالی هست که میگه که اون چیزی که اون گنجی که میخوای به دست بیاری توی اعماق تاریکی اون غاریه که میترسی واردش بشی و مطمئنا تنهایی هم به همین صورته. ما ترس داریم از وارد شدن به تنهایی چون میترسیم اتفاق بدی داخل اون غار تاریک بیفته، ولی همیشه اینطوری نیست. بعضی وقتا تنهایی میتونه به ما کمک کنه، به ما کمک کنه که بفهمیم کی هستیم، چی میخوایم و به کجا میریم. تنهایی که همراه با شناخت باشه پلی به سمت موفقیت. توی تنهایی ما میتونیم مطالعه کنیم، در مورد خودمون بیشتر تحقیق کنیم، در مورد دوستانی که تا الان داشتیم و بفهمیم که چی میخوایم از این دنیا و زندگی. خب این موضوع یعنی چی؟ یعنی تنهایی باید باعث بشه که اولا به خودشناسی برسیم، بفهمیم که تایپ شخصیتی ما چیه، درونگرا هستیم، برونگرا هستیم، تیپ شخصیتی ما از MBTI چی هست، چی میخوایم، به کجا میخوایم برسیم. بعد از اون حالا میتونیم تصمیم بگیریم که چه دوستانی داشته باشیم، با چه افرادی معاشرت کنیم و به چه سمتی حرکت کنیم. فکر کنید کسی که تا حالا تنها نبوده و دوستان صمیمی داشته و همواره به خاطر ترس از تنهایی اون دوستان رو تحمل کرده و همیشه و هر روزه داشته اذیت می شده و بعد از اون رو میاره به تنهایی و بعد از مدتی به خودشناسی میرسه و آدمای صمیمی دورش رو هضم میکنه و پاکسازی میکنه و به جاش آدمایی رو وارد زندگیش میکنه که واقعا هم فکر و هم هدف اون فرد هستن. بذارید یه مثال ساده بزنم. فکر کنید شخص X مثلا دوستان زیادی داره، تو جمع‌های مختلف میره، هر روز مهمانی میره، ولی واقعا علاقه قلبی به این موضوعات نداره و فقط به خاطر اینکه از تنهایی میترسه و میترسه با خود واقعیش روبرو بشه رو میذاره به مشروب و مهمونی و پارتی‌های الکی که شاید بهش لذت نده. فکر کنید یک فرد درونگرا از این که بترسه از جامعه طرد بشه وارد مهمونی شلوغی میشه که فقط و فقط براش عذابه و اذیتش میکنه. ما از دیدگاه تاریخی هم نگاه کنیم، انسان همیشه از تنهایی میترسیده، چون که از اول خلقت انسان به صورت گروهی در غارها و اجتماعی زندگی میکرده و همیشه ترس از این رو داشته که از اون گروه، اکیپ، افراد که حمایتش میکنن طرد بشه و همین موضوع باعث شده بود که انسان ترس از رد شدن از اجتماع داشته باشه. اگر اجتماعی دارید که فاسده، اگر اجتماعی دارید که به سمت دروغ و دزدی و تباهی میره، اگر اجتماعی دارید که به سمت مسخره شدن میره، مسخره کردن میره، چه بهتر که تنهایی رو پیشه کنید، چه بهتر که تنهایی رو انتخاب کنید تا وقتی که یک جمع پایدار رو درست پیدا کنید. من به شخصه تن به روابط صمیمی میدادم، از تنهایی میترسیدم و چند سال پیش خیلی از این موضوعات ضربه خوردم، ولی بعدها به خودم اومدم و فکر کردم که تنهایی اونقدر ترسناک نیست. بهتر از اونیه که تو جمعی باشی که مسخره بشی، تو جمعی باشی که نفهمنت. تنها شدم، رو خودم کار کردم
به خودشناسی رسیدم و بعدها در حال حاضر تصمیم دارم که اکیپی رو تشکیل بدم و پیدا کنم که هم فکر منم. من به شخصه اهل مطالعه و فکر کردن در تنهاییم. به شخصه از صحبت‌های پوچ و بیهوده بدم میاد. به شخصه دوست دارم تو جمعی باشم که به من حس ارزشمند بودن بده. ولی خب آدمایی که هم فکر من باشن بسیار کم هستن. درونگرا، منطقی، به سمت موفقیت و پیشرفت، عاشق طبیعت و سکوت و آرامش. ولی مطمئنا هستن و با تلاش این جمع به دست میاد. هیچ وقت تو جمعی نرید که شما رو مسخره کنن، تخریبتون کنن، تحقیرتون کنن. شما ارزشمند هستید. شما بزرگ هستید. ممنون که این ویدیو رو در مورد تنهایی دیدید و امیدوارم که لذت برده باشید و ما رو حمایت کنید. چنل ما رو سابسکرایب کنید، هوشیار ایران، و به من انرژی بدید که ویدیوهای بیشتری بسازم. موفق باشید.